Audio Jungle. شهریار ما ترا گنده ناس میبینم ما دا عشق دلش بدگیم تیاری میره دن 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 چگونه مایمون شده میتونم میگیرم مای دل جان انا ها دادا سیاچا بچه دادا سیکلچا کلچا مایکمش بس میکنه عشق родной любой хизматш кунай аллобугу парида миём фаҳмидӣ доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кир баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед пас аз доруҳои бца протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад рақамҳо барои тамос дар рӯи экран Audio Jungle. سلام بینندگان عزیز مخلصان برنامه 10 شرط این نوبت مهمان ما هستند بانوی خیلی زیبا حجم‌نگار جوان و امیدبخش از گروه حجوی عرب شو کمپانیا فاطمه بانو و برنامه خوش اومدید. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинон ва мухлисони канали Tochcom Group. و فکر میکنم که شما برنامه 10 شرط را تماشا کرده اید و از رفت آن با خبر هستید و در اینجا 10 قطعه جایگیر است در هر قطعه یک شرطی جای دارد شما کوشش میکنید که شرط ها را با مهارت بلند اجرا کنید در صورت 10 شرط رو شما پورا اجرا کردید از جانب برنامه ما به شما 200 سومانی توفیق کرده میشه تیاری میره مرحمت شروع میکنیم برنامه 10 شرط رو با فاطمه بانو حجم‌نگار جوان از گروه عرب شو کمپانیا سلامت باشین ای کدومی سر فرق ندارد دل شما از کجای خواهد ای میش انا میش میش باشد در 30 ثانیه یک دونه سنیکرز را خورید سنیکرز را دوست می‌داره خورده میشه می‌خوره ها دوست می‌دارم اگه خدار وقتی کمش خوبی برنامه ما همین است که باز چیز میخوره گرسنه نمیروه و من آدو بیس ثانیه ها رو میبینم 1 2 3 رفتیم من فاطمه بانو کوشش میکند که در 30 ثانیه یک سنیکرز رو استعمال کند زود وقت کم مون چقدر از مزهش سازه فکر میکنم که شما نمیتوانید لکه 29 30 متاسفانه نتوانستید ولی ما به شما امکان میدیم که پر سنیکرز رو خورید معلوم که شما گرسنه بودید فکر میکنم که خوراک شام نخورده اید آبم بیاریم مرحمت در یک پیاله آب بیاره با فاطمه بانو که از گلویش مرحمت خوش شود من بینندگان عزیز فاطمه بانو کوشش کردن که در 30 ثانیه سنیکرز را استعمال کنم متاسفانه کمی دیر موندن به هر صورت خوش شود با مزه است آخیران بار که خورده بوده خب بینندگان عزیز چگونه که شما شاهد بودید فاطمه بانو نتوانستند در 30 ثانیه سنیکرز را پورا استعمال کنند
به هر صورت شرط اول رو گوییم که اجرا کردن نتوانسته متاسفانه مرا شرط دوم رو میبینیم. همین یک لحظه سرش میکنم میبریم یا بوی میتیم. با زبان خطایی درباره خود کمی معلومات دهید. از یک جو شنیدم که شما گویا زبان خطایی رو میدونستید. شما بالایین همه چیزا میدونید. میدونید. خب واجه فاطمه واشه سویشنگ واشه تاجیک جن واجینین ارشد سویلی. شما با فکرم قرقیزی گفت زدین. نه چه برای چند چون نگفتین؟ خیلی نمیدونم. رنگ زبان وقتی ندانی ها فکر میکنندی چند چون میگوی نه که خیلی زبان اختیاری چند چون نیسته. پمپونه شامپو نزاقه. اگه چی گفتین؟ گفتم که ما امسال 24 ساله میشم، شهروندی تاجیکستانم، شو میکنم؟ دانشجویم. بابا شو میکنم گفتی هر چیزی گفتی شون چون پون چون چی گفتی نه گفتی تمام با فکر من معلومات کافیه. شو نداری؟ نه ندارم ولی صبح شو کگی نیستی یکم بود مرامت شرطی اکو من نمیدونم زبان خطایی رو نمیدونم چی گفت راست گفت دروغ گفت. انا مخلصانی که زبان خطایی رو میدونم بعد در کامنتاریو نویسین که فاطمه بانو راست گفتن یا که دروغ. خیلی من کوشش کردم که بله گپ زنم. مرامت شرطی سیوم رو میبینیم. ایو داش بریم ایشا بگیریم که کم طرف کافی دای چوری کرده چیزی واسه نگفتین دروش. تردیده تلخش کسی شروعیتی ده. یک لحظه بزنی ماست تقلید کنید. شما عجونیگار هستید. فکر میکنم که برای شما این یگان دشواری نمیارد. یک لحظه خود را زنی مست تصور کنید. زنی مست چی کنه؟ من از طرف خونه فرض کردیم که ساعت 2 شب میبراید. مست. یگان بار خشیدگی طرف خانه ده. نه. تماما. من نمینوشم با همین خاطر کمتر مشکلش دسته چی کنیم. یگان بار نوشیدگی نیسته. ما نمیتونم میرا چقدر زنی ماست میشه. هر بینندگان عزیز از سبب اونه که فاطمه بانو تماما با گفت خودشون بار ننوشیدن نمیتواند به زن مست تقلید کند. اگر در آینده نوشیدنی شدن بعد در برنامه های دیگر تقلید میکنن. مرامت شرطی دیگر رو میبینه چون که وقتی صنعتکار شدی خواهی نخواهی یک سال در یک محیط در یک جای منشینی که شما رو مجبور میکنن که بنوشه. خیلی وزیدشته همون کروکدال شما گویا که نغلطیده این ممکن نه گویا نبا از ما یا نمو تقلید کنم ممکن مردم قبول نکنم و نتونسته نه که واسه ما باید برای همی بیا شرط دیگر رو میبینه یاد گرفته بعد برنامه دیگر ده کوشش میکنه امیر علیش کنیم چی خیلی بیا یکان تزگویک شوخ گفته میتونه تزگویک دادا سیوچا بچه دستی بچه کلچا دادا سیوچا بچه دستی بچه کلچا حالی به ایسر یکان تزگویک یک پریکال نمیگو خیلی کلچا را چکا میکنی؟ دادا سیوچا بچه کلچا دادا سیوچا بچه کلچا دادا سیوچا بچه دادا سی کلچا خیلی زتا تو نیستم میشم مرامت شرطی دیگر میبینیم که ایشه فاطمه بانو در 30 ثانیه یک بانان را
خورد خورد مورد ما به شما کفالت میدیم که اما شما بانانا نصف ببینین چخیلی که فقط نمیمورین باز میخواین که خورین خیر 30 ثانیه 30 ثانیه سر کنم خیلی پوسش کنم خیلی مالی نه پوس کنیش اما اجازت میتیم یکی همشه پوس نکه ما میخوام سرش پوس کن خدا نمیتونم شما هرکمش پوس میکنه ثانیه را میبینن ایجاشو نمیخویم ممانیشم آماده این 1 2 3 رفتیم انا فاطمه بانو زود بوی با مزه داشته نه که رنگ میمون میخورده 21 شد علاقه 22 زود باشید متاسفانه شما نتوانستید ولی خوردن را ادامه دهید آش شود ما به شما اجازت میدیم در نصیب شما در این برنامه فقط چیزهای بامزه آمده ایستاده است من از سنیکرز بود باز بانان شد بعد این چی میخواهید؟ یک چیزی مایده بیارین یک بانان آوردن یک قدر دا بفکر مشکل برای دختر خوردن چیزی مایده میفورد با 30 سکونده 30 سکونده کمی بدای بفکرم خیلی معلوم که بانان رو بسیار دوست نمیدارم نمیداری؟ بگویم میشه چرا دوست میداری؟ نامید من شرط دیگر رو میبینیم شرط دیگری با فخرالدین عربشاه زنگ زده با او گوید که از او جدا میشوم خب باز یک دیگه گپ نبود عربشاه زنگ میزنه اکای فخرالدین نزنگ چگونه ما میدونیم که منیژه از او جدا شد از روی بعضی آوازه ها ما هم شنیدیم که شما هم یا جدا شدید یا جدا شدنی شدنی نیستیم خیلی استود میبخشی کنی زن زنید اکا فخرالدین چگونه قبول میکنن در بلندگویل میمونه سلام علیکم میگید که من کار دیگر یافتم دیگر جا میرم نگوین که در برنامه هستم کنی چی میگوین از شما با شما همکاری ها گوشی شما رو دایم نمیگیرد مشتری دعوت شونده میبخشی خیلی او میخواهید که دوستانتون گوشی بگو گوشی تلفن میشه گوشی بیا خیلی ممکن خواهند اینو نبرداشتن تو فعال شدن تلفن فخرالدین عربشاه شرط دیگر رو میبینیم بعد بازم میزنیم شرط دیگر با میمون تقلید کنید بانان رو خوردید؟ بانان خوردیم نه با میمون تقلید نه با میمون اکنون تقلید میکنید کو بینیم فاطمه چگونه میمون شده میتونه میمون هم خیلی میکنم یکی میترسنه یکی میترسنه از سرش هم خیلی با میکنم خیلی مشکوش ندارم من نکو سر اختبا که ممکن اگه طبیعی بی نه ندارم ندارد تو زایم مفید تمام باشه برام آدم ایو داشت به هر حال مرمت شرط دیگر رو میبینی؟ شرط دیگه میمون چه؟ ایش یگان خر یگان سک نباشد نه خر و سگ نیست
ба ягон ҳунарманд изҳори муҳаббат кунед. با کی اظهار محبت میکنید аз ҳунармандо ман ҳамаи ҳунармандоро ҳурмати эҳтиром мекунам, не ки خیلی бисёртар یگون تایکی آها، هست. صوب نه خیلی ҳамаи ҳунармандоро ман ҳурмати эҳтиром мекунам, не ки бисёртар ай ҳунармандои ҷавон ба ман Шаҳриёри Давлат Маҳбулай. Дун дун дун. Номерошане ки надорам. همین خیلی طریق برنامه ما سر محبت کنید. برنامه ما رو من باوری دارم که شهریار دولت تماشا میکند. اگر که این زمان زن ندارد یا که اگر شما معقول شدین و دائما نمره تلفن بگیرید. مرحمت فاطمه بانو از گروه عربشو کمپانیا با شهریار دولت اظهار محبت میکند. کو ببینیم چگونه اظهار محبت میکند. Шаҳриёр, ман тра ганда навз мебинам. Ман да ишқ дилаш будагим. Ина шоиди Абдураҳмонда мегӯ. Қабул кунӣ бика накунӣ хайр. Намедонам. بکنی نکنی بو میکدگی ишқ. Изҳори ишқу муҳаббат мекардагӣ ҳастад. بسیاره Тонистам. خیلی این شهریار میگوید که تونیست نتونیست. Тамом. تمام. برای ما شرط دیگر رو میبینیم. ушкори моҳай ба ягон ҳунарманде ба як безеб чиро менависем ما بزنم نیستم خشلو خود. ба ягон ҳунарманди машҳур тақлид кунед. яке ма тақлид кунам ӯро қаршон кунам. ما فکر بکنم که برعکس خرسند میشوند وقتی شما با یگان هنرمند خوب تقلید میکنید از اجرای تقلید میبرید و که تقلید کرده میتوانید شما عجمیگور هستید خب کم کم سرود هم میخوانید суруд ё чӣ бигӯм از سرود باشد بهتر است مخلصان میخوان که کم کم در برنامه ما سرود هم بشنوند از جانب فاطمه بانو خیمچمیان تقلید با کی میکنید؟ тақлид ба манижаи сабо хай қартон накунам خانمی زیبا دوستی نزدیکی ما دوستی نزدیکی برادرمان بوده برادرمان بسیار زبان افغانی را خوب میدونه. ولی مخلصان منیژه بانو در افغانستان هم خیلی زیادن. بله ما مردم افغانستان از زیاد حرمت و احترام میکنیم. نه که شما بسیار دوست میداشتین این زبانی اونا را. بعد از این برنامه مخلصان شما هم از افغانستان خیلی میافزاید. فاطمه بانو یک لحظه به منیژه سبا تقلید میکنه. بچه باشه بای بای در دل کش میشم جای باشه اگر آچه جان میگیرم مای دل جان. ها اکا از این سرود شما برمیوید که اگر بچه اکای پلدار بای باشد ها؟ نه که این سرود بوده که او را این محافظه پرسیم. اکا بعد گفتنی که بچه کم بغل میفوره. حاز من سرودی افغانی بخونم این معنی او را نداره که من در یگان افغان محبوبه. خیلی برای چی بحث همین بچه بای گفتی؟ کم بغل نگفتی؟ و صورت مرا شرط دیگر رو میدونیم. خب یا لطیفه شوخ نقل کنید. من نقل میکنم اگر خندیدی بخند نخندیدی هیچ پرابلم اختیاری. من خندیدم خدا نخندی. مرا خب افندی دندوناش سخت درد میکنم بعد پیش دکتری دندون میرم میگه چی خیلی دکتر دندونم سخت درد یا دندونم سخت درد کرده است چی امو دندونی بیمار ما بمونو دندونای صحت ما بکا بعد دکتر حیران میشه میگه چی با که دندونی بیمار ما نمو سالم بکنیم میگه این 2 روزه مرا غم داده است یا بار تا بمونه بعد حیات میفهم. مرا شرطی آخران رو میبینیم کنی فاطمه بانو یک لحظه خود رو مرد تصور کنید. بیتاری همیشه دایم. یک لحظه نقشی مرد رو اجرا کرده میتونید یکان صحنه در اجرا کردیم خیلی بود
сана не оли ихел бозӣ накардем. Хоб хайма куши мекунам. Гишки радна лобой хизматш кунам алло бугу парида миём фаҳмиди? Хеле ҳар кас гӯш накун. фаҳмиди? мешава? یک بار با فخرالدین عربشاه زنگ بزنیم کنه گوشی رو میگیرن یا نه؟ تقدیر فاطمه بانو چی میشود؟ آیا با فخرالدین عربشاه میموند یا اینکه جدا میشود؟ امین کاری میکنی خیلی نمیدونم که ایشه کاری میکنی بگه افغانستان میریم. برای چی گوشی رو نمیگیرن؟ ممکن در توی هستن. او فاطمه السلام علیکم اکا. و علیکم چو کردی؟ سوزن اکا. نیست چیکار خود خوبی چینجی؟ رحمت گفتم این چیزا بگم تون اکا. بگو بچم. چی اکا دیگه من میگم قدشمو کار نکنم. چی بعد؟ آخه یه جای دیگه فیروت کرده استان نمیدونم. کی فیروت کرده؟ عبدالرحمن. چی میگه؟ میگه بیا ختمه کار کن. چی برنامه کار میکنه؟ اینمی برنامه یا برنامه داشتن برانده. خیلی خیلی مخبوطه فاطمه جون. ما با این شما زیغ نمیشیم؟ داد میتیم با اختیار همون جا فایده باشه بردم کجوی دارم فایده بچه هم ببین که میتونم فایده هم از فایده باشه اختیار قدیمه هم کار کنیم من چی ندارم یکم بای ندارم نه مقصد شما خفه نمیشین من خطی شما رو هم کار کنم من قطعی وارم کار کنم خفه نمیشین نه من فرق ندارم قطعی هم کار کنی قدیمه هم رحمت همه دیگه مبلغ تبته برای مبلغ یکم چیز ندارم تمام چند بگیزه باز با ما خدمت متهمیدم که یکم برنامه گردم بچسبیم صبح گفت داده چکده برنامه کنیم یکم وای ندارم نفهمیدم که ما از برنامه هسته و چگونه که مخلصان عزیز شما شاهد بدید فاطمه بانو در آخر برنامه کوشش نمودند که با فخرالدین عربشاه تماس برقرار نمایند. خوشبختانه تماس ما خوب انجام یافت و فخرالدین عربشاه ضد آن نیستند که فاطمه بانو از او جدا شود. یعنی گفتند که هر کجا میخواهد میتواند فعالیت کند و همزمان میتواند که با او فعالیت را دوام دهد. و از 10 شرطی که به شما پیشنهاد کرده شد متاسفانه شما سنیکرز رو با پورگی خورده نتوانستید. متاسفانه بنان رو هم با پورگی خورده نتوانستید. باز یک شرط دیگر رو ما تغییر دادیم و به هر صورت کوشش نمودید که چند شرط دیگر رو اجرا کنید. مبلغ رو چه خیلی میکنیم؟ 10 شرط رو شما پورا اجرا کرده نتوانستید. من باید شما در پول بودم؟ نه من از شما پول نمیگیرم. نه که با شما متاسفانه ما پولم داده نمیتوانید. از اون خاطر که شما 2-3 شرط من رو اجرا کرده نتوانستید. چیزی شدی؟ گیره کنم؟ خیلی به هر صورت خیلی باید دو ما بگرده میگیرم که همی شرط دون ای بعضش نبر اومدم. تشکر میگم. این البته که هزل است شوخی است مخلصان عزیز و شما نیز بدیل نگیرید چون شما حجونیگار هستید. فکر میکنم که همه این رو میفهمید درک میکنید. و در آخر با مخلصان چی تمنیت داره؟ با مخلصان همه وقت سلامت باشن سربلند باشن خیلی دستگیری کنن کانال تاجیکان گروپا. بله و کانال ما حتما ابونه شوید و دستگیری شما پیشروی اکای عبدالرحمن پیشروی کانال ما و بار دیگر خوش آمدید به برنامه. سلامت باشین. بینندگان عزیز اگر شما درباره هنرمند یا حجونیگار دوست داشته خود معلومات گرفتن میخواهید پس در کامنتاریا ها نام هنرمند و حجونیگار دوست داشته خود را نویسید. ما کوشش میکنیم که او را در برنامه خود دعوت نموده صحبت یا اینکه برنامه را پیشنهاد شما کرده باشیم. برنامه 10 شرط بود تقدیم شما از کانال تاجیکان گروپ. خیر تا برنامه دیگر.
Audio Jungle.